بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض شود که بعد از باختی که دقایق پایانی بازی با شهر راست توی شیراز برامون رقم خورد، خب خلاصه چون تو دقایق پایانی بود بسیار بسیار شرایط روحی بازیکنان رو تحت تاثیر قرار داد. ما بعد از اون بازی با تمرینات ریکاوری و تمرینات سختی که داشتیم، شرایط هم آمادگی جسمی هم آمادگی تاکتیکی بازیکنان رو سعی کردیم که تا این لحظه به بهترین شکل ممکن برای بازیکنان رقم بزنیم. اون چیزی رو که الان در واقع مشکلات تیم ما هست توی حال حاضر، شرایط عدم تمرکزی است که به دلایل مشکلات حاشیه‌ای که اطراف تیم داره به بدنه تیم ضربه میزنه و این بلا تکلیف بودن بازیکن‌ها و خدمتتون عرض شود که عدم حمایت از به قول گفتنی سوی باشگاه به دلایلی که همه میدونن روی روزهای گذشته هم اتفاق افتاده، مشکل اصلی ماست. الان تنها دلخوشی فقط بازیکن‌ها، کادر فنی، حضور هوادارا توی استادیومه. قطعا روز چهارشنبه بازیکن‌ها به خاطر دفاع از هویت خودشون و به خاطر عشق هوادارای خودشون توی بازی با مسجد سلیمان از تمام وجود خودشون قطعا مایه خواهند گذاشت. آقای نظر محمدی، زمزمه‌های مبنی بر تغییرات مالکیتی شنیده میشه. در مورد این موضوع یکم شفاف سازی می‌فرمایید؟ متاسفانه از ابتدای فصل داماش گرفتار این چنگانگی که توی بخش مالکیتی به وجود اومده شده. من نمیدونم چرا مسئولین ما از شرایطی که پارسال برای چوکا رقم خورد و همین مشکلاتی که تو بخش مالکیتی داشت چوکا در نهایت منجر به سقوط چوکا به رده‌های پایین‌تر شد، همین مشکل رو سالهای گذشته سایر تیم‌های گیلانی و رشتی هم داشتن که منجر به آسیب. نمیدونم چرا از این موضوعات درس نمیگیرن. ما تا کی میخوایم آسیب این موضوعات رو تو باشگاه‌های خوبمون تو گیلان داشته باشیم؟ داماش به هر حال توی دو فصل گذشته با غیرتی که بازیکنان نشون دادن و در کنارش حمایت جانانه و بی‌نظیری که هوادارهای تیم داماش داشتن، دو تا صعود دراماتیک داشته از لیگ 3 به 2 و 2 به 1 و این داشتن این همه هوادار کنار این تیم یه موهبتیه که نمیدونم چرا مسئولین استان قدرشون نمیدونن. الان بازیکن‌ها تکلیف خودشون رو نمیدونن. 12 هفته از شرایط تیم گذشته، بازیکن قبل از بازی اول یه دریافتی داشته، تا به این لحظه دیگه هیچ گونه دریافتی از سوی باشگاه برای تیم در نظر گرفته نشده. توی بخش لوجستیکی توی دو سه هفته اخیر تیم یه آرامش نسبی گرفته بود به خودش، توی بخش اعزام تیم، توی بخش البسه تیم، توی بخش لباس گرم بازیکن‌ها به یه شرایط تقریبا آرامش رسیده بودن. از شب قبل از بازی با شهر راز و توی هفته اخیر ما شرایطی رو دوباره داریم میبینیم اطراف تیم داماش که دوباره بازیکنان رو توی شوک و کما برده و بازیکنان از این شرایط بسیار بسیار گله‌مند هستن. شرایط تمرینمون دیروز تو دانشگاه شرایط خوبی نبود. امروز مجدد تونستیم با بچه‌ها صحبت بکنیم، بگیم که بازی پیش رو به عشق هوادارامون به خاطر دفاع از شخصیت و هویت خودمون میریم توی زمین. بعد از بازی ان با یه نتیجه خوب حق خودمون رو مطالبه گری میکنیم از مسئولین و کسایی که این شرایط رو دارن برای باشگاه داماش رقم میزنن. مرسی.